ساکنان محله حسن‌آباد در اطراف دوشنبه میگویند پس از 3 ماه تخریب چند منزل در این محله، مقامات حفظ حقوق دیگر باره با ویران کردن منزل‌هایشان شروع کردند. این بنا را روز 21 اپریل کارمندان مقامات محلی و حفظ حقوق ویران کردند و به چند دیگر هشدار دادند که منزل‌هایشان تخریب می‌شود. فرزانه بابایeva به سختی توانسته است از تخریب منزلش پیشگیری کند. مقصد که ای خانه برو اول پیشکی آگاه دادن که برو ای خانه ما این خانه را چپه میکنیم. گفتم ما کدام سبب چپه میکنیم؟ آخه گفتن که این خانه حجت قلبکی داره. گفتم آخه حجتاش تیاره. گفتم آخه حجت قلبکی نداره. مقصد شما خودتان دروغ میگین. چی بعد وقتش گفتم حجت قلبکی کرده میفروشه. امروز گفتم فکر نمیکنه. آخه من 8 سال شده خانه را به زور ساز میکنم. گفتم برای از سیمین بلاک مردک در خود مسکو کار میکنه که من خانه کنم 4 تا فرزندی میده دارم. آخه فکری همین فرزنده را نمیکنه. گفت که این گپی تو به ما افسانه. مقصد نموندن که همین گودکا من گرفتن ای دستش. گودکا من دیدن 4 تا گودک میده دارم زدن من در خانه دارم پندفتن من درامندن گودکا من دیدن 2 تا گهواره دارم در خانه گهواره من دیدم با برامدن ای خانه بیرون کردم. گفتم برای آخه چی انسان مسلمان هستی در همین جد شما میکنه. حسن‌آباد یک محله نوبنیاد است که در تپه‌های شمال دوشنبه قرار دارد. قبلا این زمین‌ها تابع جماعت چاریکاران ناحیه رودکی بود و 2 سال قبل قسم زیادی آن به اختیار ناحیه سینای شهری دوشنبه گذشت. ساکنانش میگویند چند سال باز در این محله به سر میبرند ولی از عادی‌ترین شرایط برخوردار نیستند. اینا کجا نخ همین جمع از دور اومده ایستادیم. ما اینجا عادل خنون خونه نکردیم. نم خیلی پپکاکیا با ما را چی دکمین کردن زمین دادن ما خریدیم. این جمع 4 گودک داره مکتب خونن. شرایط نداره. ما همینجا اگر چی داشته باشیم شرایط داشته باشیم میام همین دمی تاریکو میسم او همین خرم همش قینه جا از دور اومده کجا میستیم. ساکنان گفتند در دست حجت‌های رسمی دارند. رئیس جماعت چاریکاران در صحبت بدون ثبت به رادیوی آزادی گفت بنیاد منزل‌ها از سوی ساکنان در این منطقه خودسرانه صورت گرفته است و غیر قانونی میباشد. او شرحی بیشتر نداد. مقامات حفظ حقوق ماه ینور امسال هم چند خانه نوساخت را در این محله ویران کرده بودند. آن زمان هم صحبتان ما در مقامات شهر دوشنبه گفته بودند که موافق طرح گنرالی پایتخت در زمین‌های محله حسن‌آباد باید ارچه و درختان دیگری آرایشی شنانیده شود چون برای بنیاد خانه موافق نیست. به نام پروردگار نه ره داریم نه مکتب داریم نه آدم عینمی 7 سال دم بعد دولن به همه در زدیم به نام خدا قسم. یک شوی چی دارم نمی ربا چی دارم آخه دیل جگر چخونم که خسته در میده کجا فکر نکرده اول گرفتیش. ساکنان با توجه به آنکه در دست سند دارند و با زحمت و خرج مبلغ‌های سالها جمع کردهشان خانه ساختند از مقامات طلب دارند که به تخریب منزل‌هایشان خاتمه دهند. شکایت‌ها از ویران نمودن منزل ساکنان در گذشته نیز بارها صدا داده است. امردین علیموف، علیشیر ظریفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.